از این آب غافل نشید. این معجزه بدنسازیه، چه تو دوره کاتید، چه حجمید، چه نیاز به استقامت و انرژی تمرین دارید، چه نیاز به پمپ عضلانی دارید. این آب همه اینا رو بوست میکنه و چند برابر میکنه. حالا در روز یه فرد عادی باید تقریبا 4 تا 5 لیتر حداقل آب مصرف کنه. اگر ورزشکارید که این مصرف باید خیلی بیشتر بشه، به 6 یا 7 لیتر برسه. اشکالی نداره اگر زیاد میرید دستشویی، اگر ادرارتون رنگ سفید میشه، هیچ مشکلی نیست. فقط املاح، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم رو تو برنامه‌تون داشته باشید که املاح بدنتون جبران بشه. این آب غیر از کارهایی که بهتون گفتم، چربی سوزی و عضله سازی و اینجور چیزا، به شفافیت پوست، کیفیت عضلاتتون، به سلامت سیستم ایمنی بدنتون، گردش خون بهتر، حتی کمک به سیستم قلبی عروقی بدنتون میکنه و تمام فعل و انفعالات سیستم بدن و داخلی بدن و سلول بدن نیاز به آب داره. جذب کربوهیدرات، جذب پروتئین، جذب ویتامین، همش نیاز به آب داره. اینکه یه لیوان آب بخورم، 2 لیوان آب بخورم کمه. باید زیاد بخورید و نتیجهشو خودتون میبینید. یک روز زیاد آب بخورید، 2 روز زیاد آب بخورید، نتیجهشو میبینید. یه روز 6 لیتر آب بخورید ببینید چی میشه. ولی بهترین زمانش بین وعده‌های غذاییتونه که احساس پری و خفگی نداشته باشید. ممنون.